سلام. امروز یک کنترلر دما برای تابلو برق یه بویلر حرارتی همونطور که تو تصویر مشاهده میکنیم عوض کردیم. ترموستات قبلی، کنترلر قبلی خراب بوده و ما این رو تعویض کردیم، باز کردیم. طبق سیم بندی که این پشت ملاحظه میکنید، سمت راست سیمای ورودی ولتاژ ورودی هستش و فرمان هستش که طبق اون حالا فرمانی که میده رله قطع و وصل کنه. سیمای سمت چپ هم سیمای سنسور هستش که همونطور که داخل تابلو هم میبینید این سیم سنسور اصلی هست، سنسور 3 سیم که از طریق همین سیم وصل میشه به ترموستاتی که حالا بالای بویلر هست. ما این بالا که نشون میدیم دقیقا این قسمت این سنسور هست که دمای داخل دیگ رو سنس میکنه و اگر چنانچه دمای ورودی و خروجی از حد مشخصی بیشتر بشه و قطع نکنه، در واقع این کنترلر عمل میکنه و یه جورایی کنترلر حفاظتی به حساب میاد و بودنش خیلی مهم و حیاتی. حالا ما برای اینکه حالا بتونیم این سنسور رو تنظیم بکنیم، سنسور که عوض شد ما توی این قسمت دمای 30 درجه رو میدیدیم، در صورتی که دمای دیگ بیشتر از 30 درجه هستش و در واقع کنترلر به ما دمای غلطی رو نشون میداد. خب برای اینکه این اتفاق نیفته و ما بتونیم که دمای دقیقی رو ببینیم و نیاز به پیکربندی داره خود کنترلر و اونم به این صورت هستش که دکمه MD و جهت بالا رو با هم به این صورت که نگه داریم وارد این قسمت بشه، این خط تیر تی. این برای تعریف نوع سنسور خود دیگ هستش که ما باید قبل از اینکه این سنسور رو فعال بکنیم و دما بهش بدیم باید که مدل نوع اون سنسوری که استفاده شده توی حالا این بویلر تعریف بشه و طبق اون بتونیم ببینید. یک بار دکمه اوت رو میزنیم و مدل‌های مختلف JPT، این سنسوری که ما اینجا داریم DPTH هستش. اول قبل از هر چیزی ما باید نوع سنسورمون رو بدونیم، مدلش رو بدونیم و داخل این ترموستات اون رو تعریف بکنیم که به این صورت تعریف میشه. مدل‌های مختلف داره که اگر اون رو تعریف نکنیم و نشناسه در واقع این کنترلر عمل نمیکنه و دما رو نمیخونه. به این صورت که ست شد مجدد دکمه چپ و راست رو با هم دیگه میگیریم و دما رو به این صورت به ما نشون میده. قسمت پایینی هم که سبز رنگ هستش دمایی هستش که ما تنظیم میکنیم. به این صورت که دکمه اوت رو فشار میدیم شروع میکنه به چشمک زدن و با بالا و پایین دمای مورد نیازمون رو اینجا ثبت میکنیم و مجدد کلید MD رو میزنیم و به صورت ثابت در میاد. یه نکته دیگه این که اگر ما سیم های سنسور که این ST ها هستش رو جا به جا بزنیم باز هم اینجا یک اروری میبینیم، یا برامون اوپن میزنه یا ارورهای مختلف دیگه ای رو باید جا به جا بکنیم سیم ها رو تا به این حالت استیبل و ثابتش برسه. ممنون. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. دنبال بکنید ویدیوهای ما رو و ویدیوهای کاربردی بیشتر و بهتری رو براتون خواهیم گذاشت. خوشحال میشیم، ممنون میشم ازتون که لایک بکنید و سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر ویدیوهای بهتری رو براتون به اشتراک بذاریم. متشکرم.